اسکندر مقدونی بار اول به شکست سخت در همین قلعه دچار گردید. در نتیجه کشمکشی ها، جنگ ها بعد از در دوره اسکندر مقدونی تماما قلعه مخ با ویرانی تبدیل یافت، با خاک و خون یکسان شد. همین طریق مدت های زیاد قلعه از نو برپا می شد، باز در نتیجه جنگ های تاخت و تاسا ویران می شد. بازیافتهایی که از قلعه مخ دریافت شدند منسوب به عصرهای 4 و 5 پیش از میلاد، عصرهای 7 و 9، اینچون عصرهای 17، 18، 19 می باشد. امروز در اینجا امفی‌تئاتر و همه بناهای تاریخی که پیشتر فراموش شده از بین رفته خراب شده بودند احیا گردیده استادند. در همین امفی‌تئاتر 5100 کس جای گنجایش دارد. سوالی به میان میاد که آیا در تاجیکان نیز امفی‌تئاتر بود؟ چخیل که از تاریخ معلوم شد شهر کران درواز امفی‌تئاتر یافت شد. این نشانی از آن می‌دهد که در بسیار شهرهای باستانی ما نیز امفی‌تئاتر وجود داشت.